علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی و محترم، سوال پرسیدین در رابطه با مولانا جلال الدین بلخی و شمس تبریزی. برادر گرامی، در این باره گرچه باید تشریح درازتر و مفصلتر شود، لکن مختصر گومی است که اینها جلال الدین بلخی رومی و شمس تبریزی دو انسان گمراه بودن، دو انسان باطل پرست بودن و آنچه که ما میگیم به خاطر الله میگیم و روز قیامت الله از ما پرسان میکنه. این دو انسانی بودن که به عقیده حلولیه عقیده داشتن، یعنی میگفتن که الله سبحانه و تعالی در مخلوق خود حل شده، نعوذ بالله. مثل که بوره را در چای بندازی شور بدی و بوره او شوه، اینمی قسم الله سبحانه و تعالی را میگفتن که در وجود مخلوقات خود داخل شده، نعوذ بالله. و هر چیزی که میگفتن در دنیا هست اونمو الله هست، مثلا سنگ و چوب و دریا و کوه و آسمان و زمین، هر چیزی را که میدیدی میگفت الله هست. حتی به این الفاظ کلانای اینها میگفتن که ما فی الجبه الا الله، در داخل چپن من نیست مگر خودی الله هست. و همچنان بعضی از این گمراه ها میگفتن که العبد رب و رب عبد، یا لیت شعری من المکلف، بنده رب است و رب بنده هست و من نمیدانم که مکلف کی است. و حتی امین بلخی اینمی جلال الدین گمراه میگفت که شمس من و خدای من، عمر من و بقای من. شمس تبریزی را میگفت هم خدای من هستی و هم عمر من هستی و هم بقای من هستی. شمس من و خدای من، عمر من و بقای من. و در این رابطه حتی کتاب نوشته شده که فعلا در دسترس ما قرار داره به نام شمس من و خدای من. پس جلال الدین بلخی یک انسان لواطتکار بود و یک انسان گمراه بود که الله سبحانه و تعالی را نمیشناخت، بلکه هر چیز را الله میگفت الله در وجود مخلوق خود حل شده. ما شما مسلمان ها عقیده داریم که الله از مخلوق جدا هست، اما از کل احوال مخلوقات خودآگاهی داره، اما الله سبحانه و تعالی از مخلوق جدا هست. الرحمن علی العرش استوى، الله عز وجل بالا هست. امنتم من فی السماء، الله خودش میگه که الله در آسمان هاست. و نبی علیه السلام هم میگه که از کسی پرسید از یک کنیزک الله در کجاست، گفت فی السماء، در آسمان هست. پس این مسلمان ها عقیده دارن که الله بالاست. و انسان هایی که مثل مولانا بلخی است و ابن عربی هست، ابن سبعین هست، اینا کسایی بودن که میگفتن که الله در وجود مخلوق خود حل شده. این عقیده حلول را دارن. حلول انشاءالله فهمیده باشین. حلول به این معنی که الله در وجود مخلوق داخل شده. امی که مولانا که بود، نعوذ بالله، یا عاشق شمس بود، یک انسان لواطتکار بود. متاسفانه امروز مسلمان ها گنگس و ناخبر از دین خود هستند، این قدری را بزرگ میشمارند، در حالی که یک کافر بود. ای به الله سبحانه و تعالی را نمیشناخت و ای الله را عبادت نمیکرد، بلکه ای شمس را عبادت میکرد. میگفت الله در وجود شمس آمده، نعوذ بالله، و دنبال شمس، عشق شمس در دل ازی بود. و در این رابطه ما الحمدلله معلومات خوب دقیق داریم از کتاب مولانا بلخی، کتاب مثنویش اولش که بخوانید، در اول کتاب میفهمید که مولانا کافر بوده و می کتابش کتاب کفری است. اول کتابش ورق بزنید، نوشته است هذا فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر. میگه نمی فقه الله است، کتاب خودم میگه، می کتابی خودش میگه این فقه الله است و این شریعت الله است. بعد از اون میگه تنزیل من رب العالمین، اینمی مثنوی میگه از طرف الله نازل شده، نعوذ بالله. اینا چرا این تو گپ میزنه؟ به خاطر میگه الله در وجود ما حل است و گپی که من میزنم گپی ما گپی الله است، نعوذ بالله. میگه گپی ما گپی الله است. تنزیل من رب العالمین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. یعنی کل صفات کتاب الله را میاره دمی چی خود مثنوی که در حقیقت یک کتاب کفر است، کتاب شرک است، کتاب گستاخی و بیادبی است. حتی انسانی که با ادب باشه مثنوی را ورق بزنه میفهمه که انسان چقدر گستاخ بوده. فقط از آله تناسلی مرد گپ زده، از فرج زن گپ زده، حتی نام اینمی آله تناسلی را بارها گرفته. عشق و عاشقی است، شرابخوری و مینوشی است، بیهوشی است و زنکبازی و بچه‌بازی است، از اول کتابش تا آخرشه. لکن انسان های بدبخت بازی را میگن که الله را میگن، نعوذ بالله. اگر الله را بگویه خب مطلق کافر است دیگه، که الله را نعوذ بالله عاشق بگویه و معشوق بگویه و که شراب بگویه و که نعوذ بالله گپای بیادبی بزنه در باره الله سبحانه و تعالی، یا هم کفر است. و ما میفهمیم که الله را نمیگه، ولی می شمس خدا میگه و می شمس عاشق شمس بوده و نعوذ بالله حتی دوش در حلقه ما نبودی. دوش کجا رفته بودی؟ دوش میگه دیشب نبودی تو کجا بودی؟ یعنی قدر از پشت از او عاشق بوده. بالاخره حتی در بعضی روایت های تاریخی آمده که نجاست شمس میخورد، آن قدر سر از اون مایل شده بود. پس خلاصه مسئله برادر عزیز و گرامی همی است که مولانا بلخی عالم دین نیست، بلکه عقیده اسلامی نداره، عقیده حلول داره
به وحدت الوجود عقیده داره که کل وجودها یک وجود است و الله در وجود مخلوق خود حل شده و عبادت شمس را میکرد و شمس برای خود خدا گرفته بود و کسی که غیر الله کسی دیگر را برای خود خدا بگیره و کافر میشه. خلاصه مسئله می هست. الله سبحانه و تعالی از شر اشعاری از بیدین ما شما را دور داشته باشه. امروز در دنیای غرب عموم دشمنان دین که به ضد الله و رسول، به ضد مسلمان ها، به ضد قرآن و حدیث کار میکنن، شب و روز پول مصرف میکنن، اونمو دشمنای دین ما از مولانا تمجید میکنن، این بلخی را برایش رقص مولانا میگیرن، بر کتابای از این را به زبانهای مختلف نوشته میکنن، این در کشورهای مستعمره خود مثل ترکیه نشر و پخش میکنن، مردم را به طرف کتاب از این دعوت میدن در حالی که دشمن دین هستند. کسی که عقل داشته باشه میفهمه اگر کتابای مولانای بلخی، رومی، الصوفی، الملحد، مشرک، اگه کتابای از این کتابای اسلامی باشه اینا کافرات نشر و پخش نمیکنه، کافرای را به خوبی یاد نمیکنه، بلکه در بزرگترین نمایشگاه های جهان غرب اینا به خوبی یاد میکنن و برای از این اعوذ بالله مراسم میگیرن. بعضی صوفی های مزخرف رقاصه خوشحال میشن میگن اینا کافرام مولانای ما را خوش داره. کافر که از تو راضی هست پس معلوم میشه که تو مسلمانی صحیح نیستی. کافر که کتابا نشر و پخش میکنه دلالت به این میکنه کتابای کفری هستی نه کتابای اسلامی. الله سبحانه و تعالی ما را علم درست نصیب بگردانه.